مخاطبین از رسانه پشت پرده ماجرای فیلم استاندار سابق یادتونه میگه که منم داشمی رو گلزار جابجا کرد. درود به مخاطبین عزیز، بنده امین فردین به همراه تیمم بار دیگه با یک برنامه پشت پرده دیگه با شما هستم. امیدوارم که هر کجا این کره خاکی که هستید و صدا و تصویر من رو میبینید و میشنوید حال دلتون خوب باشه. امروز قصدیم که در برنامه پشت پرده افشا بکنیم پشت پرده های این چهره خانم معصومه علی نژاد قومی که رفقاش بعضی وقتا به جای که بهش میگم معصومه میگفتن مسیح، بعد ایشون هم چون انقدر صداش میکردن میگفتن مسیح اسم خودش رو گذاشت مسیح علی نژاد، یعنی اون معصومه رو مثل اون محمد هست که میگن محمد، اینم معصومه بوده میگفتن مسیح، خودش رو کرد مسیح علی نژاد. امروز میخوایم راجع به پشت پرده های ایشون صحبت بکنیم با افشای یک سری اسناد و مدارک و چیدن یک سری پازل ها کنار هم دیگه. همین اول برنامه‌ام یه پرانتز باز بکنم چون میدونم یه عده سری حمله میکنن امین فردین تو مزدوری حکومتی از آخوندا پول میگیری چنین و چنان که کسایی که اپوزیسیونن و مخالف آخوندا هستن رو تخریب بکنی. اینا کسایی ان که سمت مردمن و دارن برای مردم تلاش میکنن و تو چرا اینا رو میزنی؟ عزیز من، اولا اینکه از کجا میدونی اینا سمت مردمن؟ از کجا میدونی اینا دارن برای مردم تلاش میکنن؟ اکثر این اپوزیسیون ها کاسبن، اکثر این اپوزیسیون ها دنبال پولن، اکثر این افراد هر چقدر مردم تو خیابونا بیشتر کشته بشن، هر چقدر مردم بیشتر بازداشت بشن، بیشتر شکنجه بشن و توی تلویزیون اعترافشون بیشتر پخش بشه، پول بیشتری رو به جیب میزنن. بهتون جلوتر با افشای یک سری اسناد مدارک نشون میدم و اثبات بهتون میکنم که اینها چجوری رنگ عوض میکنن با توجه به شرایط و چجوری هر جایی که براشون بصرفه تره و هر جایی که باد بوزه میرن همون سمت و چجوری سعی میکنن از کمپین های مردم و از کارهایی که مردم دارن انجام میدن به نفع خودشون چپاول بکنن. یه عده دیگه میان حمله میکنن امین فردین به جای که اینا رو تخریب بکنی ما اینا رو میشناسیم، برو آخوندا رو تخریب بکن، برو راجع به اونا افشاگری بکن. اولا که راجع به اونا افشاگری کردم، ولی دو نکته وجود داره. اگر شمایی که به یک درجه ای از بلوغ، به یک درجه ای از باور و به یک درجه ای از اعتقاد و تفکر رسیدی و بدونی و زندگی کرده باشی در اون سیستم و در اون حاکمیت و در اون ایران، میدونی که آخوندها چه کاراکتری دارن. پس راجع به کسایی که همه چیز واضح و مبرمه دیگه چرا باید افشاگری کرد؟ دیگه مردم میشناسنشون اونا رو. آب نمک دوباره غرغره کنیم؟ مردم اونا رو میشناسن، پس اونا تکلیفشون مشخصه. اگر مردم و مخاطبی تا الان نفهمیده باشه اون آخوندها با اون همه بلایی که سر مردم آوردن کدوم سمتن، دیگه گفتن من تکرار مکررات و طرف نخواهد فهمید. اما کسی که خودش لباس اپوزیسیون میپوشه میگه مردم من سمت شمام، شما برید تو خیابون مبارزه بکنید، کشته بشید، زندانی بشید، من سمت شمام، اون باید چهرش برای مردم روشن بشه که آیا اون شخص آدم صالحی است؟ کتابی گفتم آیا اون شخص سمت مردمه؟ آیا اون شخصی که خودش رو لیدر میدونه و میگه من لیدر اعتراضاتم، آیا اون شخص خودش آدم صادقیه؟ شفافیت مالی داره یا نداره؟ اگر اونم شبیه آخوندا باشه ما آخوندا رو درک کنیم بری آدم بدتر از اون بیاد؟ اگه دیوونه ایم از چاله بیافتیم تو چاه؟ پس باید اول هویت اینایی که دارن در لباس مردم و در لباس لیدر جلوی مردم سینه میزنن رو افشا بکنیم. اون آخونده که تکلیفشون مشخصه. پس کسایی که میان به من حمله میکنن که چه داری به لیدرها و اون کسایی که اپوزیسیونن انتقاد میکنید، اولا شما پس برای چی دارید مبارزه میکنید؟ برای دموکراسی. پس من اگر بیام انتقاد بکنم تو خوشت نمیاد، خب تو اولین نفری هستی که داری دموکراسی رو زیر سوال میبری، آزادی بیان زیر سوال میبری. پس تو از اون دیکتاتوری که تو ایران هست دیکتاتورتری، چون که کسی که بیاد ازت انتقاد بکنه رو بهش حمله میکنی. آقا یه آزمون خطای دیگه. الان من دارم به شما انتقاد میکنم، شما اگر آدمی باشی که آزادی بیان غرغره میکنی و فریاد میزنی، اومدی تو کشورهای اروپایی دیدی کشورهای اروپایی آزادی بیان دارن، کشورهای امریکایی، استرالیا، کانادا آزادی بیان دارن، باید ازشون یاد بگیری. اونا اگر یه شخصی از
سیستم حاکمشون رو انتقاد بکنه. تو آلمان کسی بیاد از سیستم حاکم توی آلمان انتقاد بکنه، کسی جرئت نداره بهش انتقاد بکنه. و از اون طرف قانونه، اصلا قانون آزادی بیان وجود داره در همه جای جهان، حالا به غیر از ایران و چند تا کشور دیگه. پس منی که بیام از اون کسایی که خودشون اپوزیسیون میدونن انتقاد بکنم و شما بیای منو مورد حمله قرار بدی، تو پس دیگه عملا، چون من با سند مدرک دارم صحبت میکنم و تو دستی کمی از اونا نده، چون من دیدم دیگه عده‌شون هم شروع کردن حمله کردن تو توییتر و سایر فضای مجازی که امین فردین با حکومت و چنین و چنان صحبت‌ها. اینا خودشون همون کسایی هستن که دستشون با آخوندا توی کاسه است. اتفاقا شما از کسی که داره انتقاد میکنه بعد ممنونش باشید و ازش تشکر بکنی، چون داره انتقادا رو میگه که سازنده باش و اصلاح بکنی. وقتی به اون کسی که داره انتقاد میکنه حمله بکنی، پس تو هم کسی هستی که مثل دیکتاتورایی و اجازه نمیدی کسی ازت انتقاد بکنه. تازه انتقاد من با سند و مدرکه. حالا جلوتر بهش میرسیم. من در طول این چند سال گذشته در خصوص خانم مسیح النژاد زیاد برنامه ساختم، همش هم با سند و مدرک بوده. اولین ویدیویی هم که ساختم نزدیک به 5 سال پیش بوده و گفتم که خانم مسیح النژاد خودش زمانی که خبرنگار بود در داخل ایران و در مجلس بود، صیغه محسن صفایی فراهانی بود که زن داشت و نماینده مجلس بود. یه دو اومدن اون ساله به من حمله کردن، چرا داری همچین حرفی رو میزنی؟ سندت چیه؟ مدرکت چیه؟ خود خانم مسیح النژاد در یکی از روزنامه‌های ایالتی تگزاس اومده بود در یک مصاحبه رو سال 2018 انجام داده بود و خودشون به این قضیه اعتراف کردن که صیغه بودن و رابطه داشت. این برای همون آدم‌هایی این جواب که 5 سال پیش به من میگفتن دروغگو و تو داری اپوزیسیون ها رو تخریب میکنی. بابا خودش مصاحبه کرده، این صحبت خودشه. من هر چیزی رو که در این ویدیو به شما نشون میدم، هر سندی رو که بهتون نشون میدم و هر فکتی رو که به شما نشون میدم قابل استعلامه و وجود داره در فضای مجازی و خودتون میتونید برید سرچ بکنید. پس من چیزهایی رو که دارم در این ویدیو نشون میدم یا صحبت‌ها یا مصاحبه‌ها یا توییت‌ها یا پست‌های اینستاگرامی خانم مسیح النژاده یا اسنادیه که وجود داره. هیچ چیزی رو ما از جیبمون در نیاوردیم و قصدم نداریم که طرف رو تخریب بکنیم. سند و مدرک‌های موجود رو داریم میریزیم جلوی مردم و میگیم که این سند و مدرک‌ها وجود داره و این پازل ها هست. پس این اولین موضوع. موضوع دوم این هستش که مردم این همه رفته بودن توی خیابون ها، جون دادن، کشته شدن، زندانی شدن، شکنجه شدن و سرنوشت های نامعلومی خیلی هاشون دارن. اما خانم مسیح النژاد رفته و مصاحبه کرده و گفته که من لیدر این جریاناتم. دارید میبینید اکثر مصاحبه هاشم که مثلا میگه من لیدرم، من جریانساز اصلیم، من آدمیم که نفر اصلی این اتفاقاتم رو به زبان انگلیسی انجام میده و با خبرگزاری های بین المللی انجام میده. بعد یه عده میگه که دم مسیح النژاد گرم، دمش گرم که به زبان انگلیسی مسلطه و شعار ما و مبارزه ما رو به تمام جهانیان به زبان انگلیسی نشون میدن. عزیزان من، به زبان انگلیسی مصاحبه میکنه و کاسبی میکنه. جلوتر بهتون نشون میدم. این یکی از مصاحبه هاشه. چرا به زبان فارسی هیچ وقت نیامد توییت بکنه و هیچ وقت نیامد توی اینستا پست بذاره و هیچ وقت توی تمام این شبکه‌هایی که از عربستان و انگلیس و اسرائیل بودجه میگیرن و از امریکا بودجه میگیرن نیومد بگه من لیدر این جریاناتم؟ شما کی لیدر شدی؟ کدوم مردمی که کف خیابونا جون دادن شما رو لیدر کردن؟ کجا شما رو لیدر کردن که شما میری مصاحبه میکنی به دروغ و میگی من لیدرم؟ پس کسی که خودش رو رهبر مردم میدونه، کسی که خودش رو لیدر میدونه، نباید دروغ بگه. شما که از آخوندا بدتری، مگه نمیگی آخوندا دروغگوان؟ تو که از اونا بدتری، داری دروغ میگی به مردم. این اولین دروغت. دروغ دوم، یه کمپینی جدیدن اتفاق افتاده بود که کمپین پرتاب عمامه دوستان آخوند به سمت افق. یعنی یه جوری دوستان فیلم میگرفتن و این عمامه آخوندا رو میزدن که به عمامه پرانی و این صحبت ها معروف شد، کمپین راه افتاد و آخوندها دیگه جدیدن با عمامه نمیرن توی خیابون
چون اگه برن دوستان مورد عنایت قرارشون میدن و فیلم میگیرن میذارن تو شبکه‌های مجازی. البته یکی دو تا از این آخوندان فکر میکردن که خیلی زرنگن، فیلمای ساختگی درست کردن، مثلا طرف اومده بود عمامه‌شو بندازه رفته بود اونجا آبدیلیه چگی و نمیدونم چی کف گرگی و اینا زده بود که گفت بله قاسم حمله کنن و فلان اینا ازم رو در داغون کردن و همون ویدیو هم وایرال میشه. خب کسی که این کمپینو اومده راه انداخته، کمپین تصاویر کتک خوردن شما رو که وایرال نمیکنه که، تصاویری که عمامه با ارتفاع بیشتر و با عرض و طول بیشتر پرتاب بشه رو وایرال میکنه. تازه مسابقات جهانی هم داره. حالا چه ربطی داره به خانم مسیح النژاد؟ عرض میکنم خدمتتون که ایشون باز هم به زبان انگلیسی رفتن و مصاحبه کردن. ببینید این تیکش دوستان که زبان انگلیسی بلدن بخونن دیگه. گفته که جدیدترین کمپین خانم مسیح النژاد به عنوان روزنامه‌نگار و فعال سیاسی که جوانان ایرانی رو تشویق کرده به اینکه، حالا این تبلیغات این تیکش ها که سلکت کردم چون تبلیغاتش زیاده، جوانان ایرانی رو تشویق کرده که بیان و عمامه مردم رو پرتاب بکنن و فلان و بیسان. یه ویدیو هم پخش کرده تو ویدیوهاش هم ببینید. میخوام بگم خدمت شما که این خانم مسیح النژاد مفته کمپین‌های مختلف رو برده. آیا شما میدونید کمپین حجاب اجباری مال خانم مسیح النژاد نبوده؟ کمپین چهارشنبه‌های سفید مال یه اکیپ دیگه بوده که خانم مسیح النژاد اون رو برداشته و به اسم خودش ثبت کرده و مردم چوسی اینو میان و اونایی که دارن طرفداریشو میکنن که خانم مسیح النژاد این کمپین رو راه انداخته، بابا کمپینشون از یکی دیگه برداشته برده. مفت اون کمپینر رو برد، مفت کمپین عمامه پرانی رو برد، مفت این اتفاقات رو برد و الان هم خودش رو تو رسانه‌های مختلف به عنوان لیدر این جریانات معرفی میکنه. شمایی که خیلی بلد بودی این کمپینا رو انجام بدی، چرا زمانی که توی ایران بودی کمپین این کروبی رو پرتاب نکردی؟ یا زمانی که برای خاتمی خوشرقصی میکردی چرا نیومدی این کار رو انجام بدی؟ ویدیوش هست دیگه، اینا حالا ویدیوش هم میبینیم. خواننده امام جوان میگه اگر موجب فساد نشود بلاشها، بعد میگوید تکخانی زن چگونه است، میگوید حکم مسئله بالا بده. ببینید ملاک را ایجاد فساد کردن و فساد دانستن میگیم. خب شما هم که این دیدگاه خیلی براتون ارزشمندیه، درسته؟ نظر امام. خب پس برای خود شما به لحاظ شخصی اگر یک زن بخواد بخونه گوش میکنید؟ من البته هنوز نخوندم. من صدام قشنگه. اینجا چرا عمامه خدا مرا بگریانی، من آسمانت را به غم بگریانم. بله چقدر کلفت بوده اون موقع خانم مسیح النژاد که میرفته و پیش اینا دیدار میکرد و ارتباطات خیلی خوبی هم باشون داشته. ارتباطا هم به خاطر همون محسن صفای فرهانی بود که میرفت. شما که انقدر خوب میتونی مفت این کمپینا رو بری، چرا اون موقعی که تو ایران بودی مفت این کمپینا رو نبردی؟ و البته یه عده میگن خب طرف اومد خارج از کشور متحول شد، چین و چنان شد. عزیزان من، خانم مسیح النژاد زمانی که در خارج از کشور هم بوده باز هم سمت اصلاحات بوده. میگم بازم متحول شده. بهتون یه سند دیگه نشون میدم که این توییت خانم مسیح النژاد یادتونه؟ سفارتخانه‌های جمهوری اسلامی یکی یکی باید تسخیر شوند. لانه‌های جاسوسی آنها بودند، نه سفارتخانه‌های آمریکا و اسرائیل. منظورش اینه که مردم ایرانی خارج از کشور برید یکی یکی سفارت‌های ایرانی رو در شهرهای مختلف جهان فتح بکنید. برای کسی پوشیده نیست که سفارتخانه‌های هر کشور در یک کشور دیگه خاک اون کشور حساب میشه. یعنی چی؟ یعنی سفارتخانه‌های ایران توی مثلا سفارتخونه ما داریم تو برلین، اگه ایرانی‌ها برن تو برلین، اون سفارتخونه‌ای که تو برلینه خاک ایران حساب میشه، اما محافظت از اون بر عهده پلیس آلمانه، یعنی محافظت از سفارتخونه‌ها. و اگر شما برید سفارتخونه رو بگیرید جرم داره تو کشورهای مختلف، حرکات مبارزه یا ولی خب جرم داره. خانم مسیح النژادی که در امریکا نشسته پاشه گذاشته رو پاش، اگر مردم رو توی یه کشوری بگیرن به جرم حمله توی سفارتخونه، میای حبسشو بکشی گردن بگیری؟ که من اون موقع هم یه جمله گفتم خانم مسیح النژاد شما بیا در همین آلمان، من دم سفارت برات قلاب میگیرم، شما برو بالا، شما از سفارت برو بالا. و نسخه میپیشه برای مردم توی کشورهای مختلف. بعد این حرکات اعتراضی مردم میزنن، فیلم میگیرن
میدم به خانم مسیح النژاد و میفروشه این فیلم ها رو. خب این اگه اسمش کاسبی نیست بفرمایید بگید چیه. بعد همین خانم مسیح النژادی که سفارتخونه ها رو میاد و مسخره میکنه و میگه باید تسخیر بشن، این پست خانم مسیح النژاد 29 آپریل سال 2017. تقریبا 1 ساعت طول کشید من تو این پست رو بتونم پیدا بکنم. همین یه دونه پست رو به تنها 1 ساعت طول کشید پیدا بکنم، چون که مال سال 2017 بود و نزدیک 14000 تا هم پست توی پیجش داره خانم مسیح النژاد. ببینید چی نوشته. نوشته حمله به سفارتخانه‌های کشورهای دیگر را چه کسانی و چه جریان‌هایی سازمان دهی می‌کنند. انتخابات در ایران تنها فرصت موجود است برای افشا شدن فساد و ظلمی که هیچگاه در رسانه‌های رسمی علنی نمی‌شود. مردم رو ایشون تشویق می‌کردن به انتخاباتی که اصلاح طلبها توش بیشترین نفوذ رو داشتن. خانم مسیح النژاد پستش 29 آپریل 2017، برید توی اینستاش، اون پایینا هست، هنوزم پاک نشده. کسی که میگفت برید سفارتخونه ها رو بگیرید، اینجا با یک جمله‌ای که حمله به سفارتخانه کشور دیگر رو چه کسی انجام دادن و چنان رو میاد پست میکنه. میدونی چون اینا زیاد حرف میزنن یادشون میره قبلا چی گفتن، اما ما دست به آرشیومون خوبه و در میاریم اینا چی گفتن. و پست های مختلفی که خانم مسیح النژاد داشته که اینجا میبینیم در حمایت از انتخابات و همه این پست ها رو سال 2017 ایشون منتشر کرده توی پیج خودش که میتونید ببینید مال سال 2017 که خیلی هاشو پاک نکرده این خانم مسیح النژاد کاسب. تا اینجا هر چیزی که من نشون دادم تمام چیزایی بوده که تو اینترنت بوده، درسته؟ هیچ چیزی من عجیبم در نیاوردم. تمام تصاویر، اسناد و مدارک تو اینترنت بوده. اما میخوام بهتون یه دونه مصاحبه دیگه نشون بدم. مصاحبه قدیمی از خانم مسیح النژاد. ببینیم چی میگه تو این مصاحبه. رسانه‌هایی که از حکومت‌هاشون بودجه رو میگیرن تمایل داره که به جای اینکه صدای افکار عمومی باشه، صدای اون جایی باشه که ازش بودجه رو میگیره. جمله‌ش رو دوباره تکرار میکنم برای طرفداران خانم مسیح النژاد. میگه رسانه‌هایی که، تکرار میکنم، رسانه‌هایی که از یه دولت و حکومت پول میگیرن صدای اون دولت و حکومتن، نه صدای مردم. مثال براتون میزنم، خبرگزاری فارس، ایسنا، مر، صدا و سیما و سایر این رسانه ها که از سیستم حاکم بر ایران و از اون دولت پول میگیرن صدای اون دولتن، نه مردم. درسته؟ حرف خانم مسیح النژاد بوده. اگر اونو بخوایم فکت قرار بدیم، این ور قضیه هم میتونیم فکت قرار بدیم. رسانه‌هایی مثل ایران اینترنشنال که از عربستان بودجه میگیره، من و تو که بودجهش مشخص نیست، حالا یا از اسرائیل داره میگیره یا از انگلیس و هیچ وقت شفافیت مالی نداره. BBC که از دولت امریکا داره پول میگیره، صدای امریکا از امریکا داره پول میگیره. پس این رسانه ها هم طبق این ادعای خانم مسیح النژاد که لافت و شک گذاشته توی این شبکه‌ها و 2400 تو همین شبکه‌ها صحبت میکنه، طبق فکت خودش باید صدای اون حکومت ها باشن، نه صدای مردم. حرف خودشا. پس خود خانم مسیح النژادی هم که از امریکا داره بودجه میگیره باید صدای دولت امریکا باشه، نه مردم. اگه حرف نامربوط میزنم بگو همین فردین زر میزنی. خب حرف خودشه. ببینید ادامه صحبتشو. خود من و تو هم حالا چون خیلی شفاف نیست، من نمیدونم در واقع از کجا بودجهش تامین میشه، ولی اگر نگاه بکنیم یه بار دیگه میذارم این صحبتشو، یه بار دیگه میذارم گوش بدید از اول تا آخر. رسانه‌هایی که از حکومت‌هاشون بودجه رو میگیرن تمایل داره که به جای اینکه صدای افکار عمومی باشه، صدای اون جایی باشه که ازش بودجه رو میگیره. خود من و تو هم حالا چون خیلی شفاف نیست، من نمیدونم در واقع از کجا بودجهش تامین میشه، ولی اگر نگاه بکنیم این صحبت خانم مسیح النژاد بود که میگه آقا هر کسی از هر جایی، از هر کشوری که بودجه میگیره آدم اون دولته، نه مردم. خب طبق این سند خانم مسیح النژاد، سندش هم موجوده، میتونید برید ببینید توی امریکا، چیز پیچیده و سند مدرک پیچیده ای هم نیست. خانم مسیح النژاد 628,000 دلار از دولت امریکا پول گرفته. سال 2022 95,000 دلار، سال 2021 117,000 دلار، سال 2020 109,000 دلار، سال 2019 50,000 دلار، 70 80 50 و همین خانم مسیح النژاد از دولت امریکا بودجه گرفته. خب اینا اسمش هم اینجا زده، خانم
مسیح علی نژاد. میتونم یک ذره کوچیک‌ترش بکنم. خب یه عده میان میگن که مبارزه کردن پول میخواد. خیلی من میگم خب ما اگه بخوایم مبارزه کنیم پول میخوایم، مفتی که نمیشه با درف به جنگ آخوندها. بله مبارزه کردن پول میخواد، ولی شمایی که میگی سمت مردمم بیا برو یه کانال یوتیوبی بزن، ویدیوتو بذار تو یوتیوب، از یوتیوبت کسب درآمد بکن، کانال تلگرام، اینستا و نمیدونم توییترت هم داشته باش و برای مردم آزادانه فعالیت بکن که بنده اون رسانه ها نباشی. خانم مسیح نژاد میگفتی بنده اون دولت ها نباشی. پس طبیعتا دولت امریکا عاشق چش و ابروی تو نیست که به 650,000 دلار از پول مالیات مردم بده. هیچ کشوری عاشق کسی نیست که بخواد این پولچه رو از جیبش بده. چه ویژگی شما دارید بخواد به شما 628,000 دلار پول بده؟ این منهای حقوق ایشون از شبکه‌های مختلفه ها. ایشون اگر برای صدای امریکا یا ایران اینترنشنال یا برای BBC مستند میسازه یا برای من و تو مستند میسازه، حقوقش رو جدا دریافت میکنه. پس برای بابت زحمات خبرنگاریش جدا حقوق میگیره و هیچ وقت خودش نیومده شفاف سازی بکنه که این 628,000 دلار رو بابت چی گرفته، منهای حقوقش. خب غیر از اینه که ایشون از اعتراضات مردم کاسبی کرده و مدام به زبان انگلیسی میره تو رسانه‌های خارجی مصاحبه میکنه و مردم هم آنچنان دسترسی ندارن به رسانه‌های انگلیسی که میره مصاحبه میکنه، یهو سر از اتاق مشاور ارشد فلان شخص آمریکایی، مقام آمریکایی در میاره. بعد تهش در میاد که ارتباط ایشون هم با نایاک خوب بوده. اما ایشون ارتباطاتی با آدم‌های مختلف داشته در طول این چند ساله که اگر این ارتباطات رو مثل پازل کنار هم دیگه قرار بدیم به نکات عجیبی میرسیم. نتیجه گیری نمی کنم که بگم که این به اینجا وصله یا این به اینجا وصله، اصلا فقط پازل ها رو به شما نشون میدم و تیکه های پازل رو من تیکه تیکه میذارم کنار هم دیگه، خودتون تصمیم گیری بکنید و نتیجه گیری رو مثل اصغر فرهادی پایانش رو باز میذارم. اول از همه آقای علی علیزاده، کسی که این روزها شدیداً سنگ جمهوری اسلامی رو به سینه میزنه، خصوصا در توییتر و جاهای مختلف فعالیت رسانه‌ای میکنه. قبلا هم خودش رو مدرس فلسفه در دانشگاه‌های انگلیس معرفی کرده بود در توییتر و جاهای مختلف که ما هیچ وقت نفهمیدیم که ایشون چه کسی بودن و تصویر ایشون رو مدام ما در تلویزیون‌های مختلف می‌دیدیم، هم در من و تو، هم در BBC و هم در صدا و سیمای ایران و جای مختلف. یعنی کسی بوده که در تمام رسانه‌ها فعالیت داشته. می‌بینیم توی تصویر دیگه اینجا تصویر ایشون در تلویزیون من و تو، در تلویزیون BBC و در شبکه فکر می‌کنم افق، اگر اشتباه نکنم، امیدوارم که درست اطلاعات به شما داده باشم، ولی خب صدا سیمای ایران هستش، ایشون بوده. اما همین آقای علی علیزاده شما دقت بکنید که این عکس در کف خیابون‌های لندن گرفته شده. پرچمش هم پرچم یکی از سازمان‌هایی هستش که درستش صحبت هست که نمیتونم بگم و صحبتاش به یوتیوب احتمالاً فیلتر بشه. با این پرچم کف خیابون‌های لندن راه میرفته. عکس مال سال 2000 فکر میکنم 15 و همین آدمو میارن توی تلویزیون‌های ماهواره‌ای که مصاحبه بکنن. خب به این تصویرم دقت بکنید. آقای علی علیزاده کنار مسیح علی نژاد که نوشته ایران پس از انتخابات 92 چالش‌ها و فرصت‌ها. در فکر میکنم دسامبر سال 2013، بله این پایینم نوشته دسامبر سال 2013 توی لندن خانم مسیح علی نژاد با همین علی علیزاده‌ای که پرچم گرفته آورده بالا و توی تلویزیون ایران مصاحبه میکنه کنار هم دیگه نشستن و دارن برنامه ریزی میکنن برای دعوت بیشتر مردم در انتخابات. خانم مسیح علی نژاد شما مگه خودتون مبارز نمیدونی و میگی که کمپین حجاب اجباری بزن؟ خب شما بزن از ریشه جمهوری اسلامی رو بزن دیگه. خب اون آخوندا برن حجاب هم آزاد میشه دیگه. چرا مبارزه میکنی برای حجاب؟ بزن از ریشه اون آخوندا برن. اگه مبارزه واسه حجاب نمیکنی چرا؟ چون ایشون
نونش اینه که بیاد راجع به حجاب مبارزه بکنه و مردم به خصوص زنان سرزمینم در خیال خودشون فکر میکنن که این آدم داره مبارزه میکنه برای حجابشون، اما نمیدونن که این آدم بابت هر ویدیویی که شما مینویسید میفرستید ایشون مینویسه و فاکتور میکنه، پولشو میگیره. یه دمه خب چه اشکالی داره برای آزادی ما تلاش میکنه. این چه اشکالی داره؟ این چه اشکالی داره هاست که وضعیت مملکت ما رو به اینجا رسونده. چه اشکالی داره طرف دزدی میکنه؟ خب داره خدمت میکنه. خب چه اشکالی داره طرف مدیر فلانجاست بدون اینکه شعور و سواد و چیزی داشته باشه، پارتی بازی رفته اونجا، ولی خب حالا حقوق ما رو داره میده. خب وقتی یا آدمی بیاد که از اون با کلاستر، با سوادتر و با تجربه تر باشه، خب اون آدم از تجربهش استفاده میکنه و حقوق تو رو 2 برابر میکنه. اما تو به کمبود وقتی به اون کم راضی میگی چه اشکالی داره؟ این چه اشکالی داره است که وضعیت ما رو به این وضعیت لجنه الان کشونده. ببینیم یه دم میگفتن این تصاویر فتوشاپه که من گفتم ویدیوش هم هست. قائل این هستم که انتخابات 92 در واقع فرصتی بوده که اگر بخوایم تمام انتخابات رو زیر سوال ببریم، همان عملیات سیاسی خودمون رو زیر سوال میبریم. خب این هم ویدیو آقای علی علیزاده و خانم مسیح النژاد و جالبه که یه عده میگفتن خب نه شاید این دوتا کنار هم دیگه نشستن و با اینقدر رفاقت داشتن که توییت هم میکردن. نگاه کنید این تصاویر آقای علی علیزاده و خانم مسیح النژاد و این هم توییت خانم مسیح النژاد. اولین باری که باور کردم جمهوری اسلامی اصلاح ناپذیر است زمانی بود که روحانی کاندید شد در کنفرانسی در لندن با حضور تفرشی علی علیزاده و فلان و فلان و فلان. گفتم روحانی به معترضان عاشورا و کوه دانشگاه حمله کرد تا زمانی که پرونده قتل همون اعتراضات باز است رأی دادن معنی ندارد. در صورتی که ایشون در ویدیوهایی که در اینستای خودش همین الان موجوده میتونید برید ببینید که مردم رو تشویق به انتخابات کرده، ولی در توییتر میاد چیز دیگه ای مینویسه و ببینید که اسم علی علیزاده رو هم آورد. اما برسیم به نفر دیگه. این چهره محمد مهدی خلجی که نگاه کنید دورش هم یه دونه دایره قرمز کشیدم. اینجا هم خانم مسیح النژاد رو میبینید که مدام توی سمینارهای مختلف هم میرن. بعد ببینید که این سمینارها مفتی برگزار نمیشه، هم پول میدن هم پول بودجه میگیرن. یعنی شما این سمینارهایی که میبینید برگزار میکنن تو خارج از کشور پولایی جابجا میشه و هیچ کدوم هم شفافیت مالی نداره. کلا سرش گرده، اصلا کسی نمیاد شفافیت مالی بکنه. بعد میان از آخوندا ایراد میگیرن. خودتون که اصلا شفافیت مالی تعطیل، بعد ادعاتون هم میشه که شما برای فردا آزادی ایران میخواد تلاش کنید. بریم سیم به خانم مسیح النژاد از توییتش گفته که ممنونم از آقای خلجی، این چهره و دیگر روشنفکران، فعالان و کاربرانی که این مدت مهربانانه از کمپین دوربین ما اسلحه مایی که گفتم مفتش از یکی دیگه برده بوده حمایت کردن. یعنی انقدر رفاقتش با آقای خلجی خوب بوده که ازش حمایت میکرد. اما بین کی توییت خانم مسیح النژاد دقت بکنید. مثل همیشه فساد، اختلاس و راندخواری را از هر طرف که باشد، از روزنامه نگار بگیر تا سپاه و خامنه‌ای و دولت و مجلس قویاً محکوم میکنم. در مورد مرجان شیخ الاسلامی هم استثنایی قائل نخواهم شد و منتظر جزئیات بیشتر از پرونده ایشان و خبرهای موثق و تکمیلی خواهم بود. گفته بوده که مبارزه میکنم با پرونده خانم مرجان شیخ الاسلامی که در پرونده اختلاس 7.4 میلیارد دلاری پتروشیمی در حال حاضر خانم مرجان شیخ الاسلام متهم هستند. اما خانم مرجان شیخ الاسلام کی هستن؟ ایشون زن آقای مهدی خلجی هستن. و از اون طرف پرونده خانم مرجان شیخ الاسلام هم بریم ببینیم که سخنگوی دولت چی گفته بوده راجبش. بفرمایید که در پرونده پتروشیمی خانم مرجان شیخ الاسلامی ویدئویی از خودشون منتشر کردن و اتهاماتشون رو در این پرونده رد کردن. بفرمایید دقیقاً اتهامات ایشون و نقش ایشون در پرونده پتروشیمی چی هستش؟ ممنون. این پرونده هنوز در دادگاه مطرح رسیدگی است. بله، ایشون هم میگه رأی صادر نشده و ما این ادعاها رو، چه مستنداتی رو که دادسرای تهران در ارتباط با توجه اتهام به یکایک این متهمان به دادگاه ارائه داده، چه مدافعات متهمانی که در جلسه دادگاه حضور پیدا می‌کنند و وکلای مدافع اونها
و چه سایر ادعاها رو مرجع اظهار نظر و رسیدگی صحت و سقم اونها دادگاه هست. هنوز دادگاه رأی نداده و من هم قاضی اون دادگاه نیستم که بخوام در ارتباط با موجه بودن یا غیر موجه بودن این اتهامات اظهار نظر بکنم. قاضی دادگاه هم تا قبل از صدور دادنامه نمیتواند اظهار نظر قضایی بکند. اون چه که مسلم است ایشان جزء متهمان این پرونده هست و برای او کیفرخواست صادر شده، در کشور حضور نداره، قبل از تشکیل پرونده از کشور خارج شده نه بعد از تشکیل پرونده و الان هم دادگاه به اتهام ایشان و سایر متهمان رسیدگی میکنه. کسی که یه همچین اختلاس کت و کلفتی بکنه یا اصطلاحاً به قول ایشون متهم باشه به این اختلاس، چون میگن هنوز اثبات نشده، طبیعتا آدمایی هم داره که بهش خبر بدن که سلطان دارن میگیرن تو اون پولی که گرفتی یه چوسش هم بده ما بزنیم تو جیب در رو آمار میدن دیگه، و یعنی اینجوری اگه بود خاوری برای بچم نمیرفتن. خب این خانم مسیح النژادی که گفته بوده که من مثل همیشه با همه مبارزه میکنم، از جمله خانم مرجان شیخ الاسلامی، اینجاش باحاله. رفته خانم مسیح النژاد عکس پروفایل فیسبوک خانم مرجان شیخ الاسلامی رو لایک کرده سال 2021. این خانم مسیح النژاد سال 2019، اینجا نکنید پایین دایره کشیدم، به تاریخش هم دقت کنید، سال 2019 گفته بوده که مبارزه میکنم، سال 2021 لایک مبارک خودش رو زده زیر عکس خانم مرجان شیخ الاسلام. و جالبه که در کتاب خودش نمیدونم چی در موهای من وزید و اینا از خانم مرجان شیخ الاسلام تشکر کرده و گفته که اون به من خیلی کمک کرد و جزء کسانی بود که من رو به بالاترین درجات عرفان خوب پرداخت کرده. یعنی انقدر خوب پرداخت کرده بوده پول رو که حتی توی کتابش هم اسم ایشون رو آورده. و جالبه که خانم مرجان شیخ الاسلام گفته بابا دمت گرم، در یک توییت اومده بود گفته که اگه مسیح النژاد در مورد من نوشته، چون زمانی که دبیر بودم ایشان کارآموزی بود که حتی حقوق یک خبرنگار جز هم نمی گرفت، استعدادش را شناختم، کمکش کردم، حمایتش کردم، بهش پول دادم کتاب نبخشید تا روزنامه نگار شود و خودش زحمت کشید و به هر جا که رسید مثل صدها خبرنگار دیگر که با ما هم کار کرده حق خودش بوده. یعنی ببینید که کسی که میاد و میگه من با فساد مبارزه میکنم به یه درجه از عرفان میرسن که از همدیگه تشکر میکنن. حالا شما این پازل خانم مرجان شیخ الاسلام و مهدی خلجی و تشکر و توی کتاب و چیزهای مختلف رو بذارید در کنار همدیگه، دستتون میاد ماجرا از چه قرار بوده. که از اون طرف خانم مرجان شیخ الاسلام میاد عکس پروفایلش هم توی این ریویری عوض میکنه و زن زندگی آزادی میذاره و میگه که من سمت شما. که همین خانم مسیح النژاد حالا بحث زن زندگی آزادی شد، توی اولین توییت خودش در خصوص اتفاقی که برای خانم مهسا امینی افتاده بود حمله قلبی اعلام کرده بود. علت فوت خانم مهسا امینی رو نیامده بود بگه که مأموران گشت ارشاد زدنش و این اتفاق افتاده و بازداشت شده و کشته شده، گفته حمله قلبی. نه تو توییتر هم هست. اما بریم نفر بعدی و پازل بعدی. این چهره خانم نگار مرتضوی رو خب خیلی از شما میشناسید که تحلیلگر ایرانی امریکایی، کار خبرنگاری هم میکنه و میگن که ایشون ارتباط خوبی با نایاک داره. نایاک هم قبلا یه ویدیو براتون ساختم که میگن لابی جمهوری اسلامی تو امریکا برای اینکه هر چیزی رو بخوان ماله بکشن و ماسمالی بکنن یه زنگ میزنن به برابچه نایاک، داداش ماله بکش، هواپیما رو زدیم، داداش ماله بکش، فلان کارو انجام دادیم، کلا مانع کشی اینا. و میگن که نایاک ارتباط خوبی با اینا داره. از اون طرف این چهره که شما میشناسید آقای کامبیز، همسر خانم مسیح النژاد. حالا یکی به من بگه این آقای کامبیز و این خانم نگار و اینجا پست خانم کامبیز و نگار و این برای بچه سازمان ملل و ایرانی ها که نوشته شام چه ارتباطی با هم دارن؟ برای بچه نایاک، نگار مرتضوی، کامبیز و عکس
سایه بر بچه جمهوری اسلامی. کی به من این پازل برای من حل بکنه که ما ببینیم که ارتباط همسر خانم مسیح النژاد با نایاک چی بوده؟ روح الله زم خانم مسیح النژاد که دیدم خیلی هم ویدیوهاشون رو میذاری، بعد بگرم یکی از فایل‌های صوتیش و پیام‌هاش به من گفته بوده که همسر شما جزو نایاکه. روح الله زم گفته بوده. خواستم در جریان قرار بگیرم. حالا شما این ارتباط عجیب و پیچیده رو برای من بگید چی بوده. این هم راجع مرجان شیخ الاسلام هم بگم که چجوری تعارف تیکه پاره میکنن، که یکی اومده گفته که بلال بپزه، بعد خانم مسیح النژاد راجع به غذا صحبت کرده، بعد مرجان شیخ الاسلام گفته که مسیح کی میای اینجا بلال بپزی تو آب برامون. این هم گفته مرجان تو که توی تیم من بودی نیاز به تعارف نمیدونم فلان و بیسان و راجع به غذا صحبت کنن. کسی که گفته بود من مبارزه میکنم با مرجان شیخ الاسلام و مبارزه میکنم با فساد، الان بتونم دوباره نشون میدم جلوتر، مبارزه میکنم با فساد. شما ببینید چه تعارفی با هم تیکه پاره میکنن توی فیسبوک، در کامنت های فیسبوک خانم مرجان شیخ الاسلامی که متهم پرونده اختلاس 7.4 میلیارد دلاری پتروشیمیه. اما اینجاش باحاله، ماجرای ترور خانم مسیح النژاد که خیلی مطرح شده بود در کشورهای امریکایی و خیلی از طرفداران مسیح النژاد میگفتن مسیح النژاد یه کسی که داره مبارزه میکنه، جوری که جمهوری اسلامی میخواسته ترورش بکنه، این حتما مهره مهمی بوده که میخواستن ترورش بکنن. یه سری خبرم اومد آقا یکی رو گرفتن دم خونه خانم مسیح النژاد که ایشون میخواسته خانم مسیح النژاد رو ترور بکنه. اما این ترور داستان جالبی داره که بهتون میگم و پروندهش رو براتون باز میکنم. میدونید که ایران تقریبا 1,973,000,000 دلار ناقابل از اموالش توی آمریکا بلوکه شده. از اموال ایران هستش که توی امریکایی که میتونید ببینید که این اموال بلوکه شده چقدر هستش و به خاطر این هستش که ایران تحریم بانک‌های مختلفش و جای مختلفش تحریمه. از اون طرف خانم مسیح النژاد کیسه دوخته برای این اموال بلوکه شده ایرانی توی خارج از کشور. چجوری کیسه دوخته؟ بهتون میگم. رفته یه دونه شکایت انجام داده که اینجا میبینید پرونده شکایتش هم هست. بعد بگم این پرونده چیز پیچیده نیست. در آلمان قانون وجود داره که شما اگر یه پرونده داشته باشید، پرونده توی دادگاه اگر بره ثبت میشه توی اینترنت و با سرچ شما میتونید این پرونده ها رو پیدا کنید. این پرونده ها چیز محرمانه‌ای نیست. که رفته شکایت کرده خانم مسیح النژاد از دولت جمهوری اسلامی و گفته که جمهوری اسلامی جون منو به خطر انداخته، به من ضرر و زیان زده، خانواده‌مو بازداشت کرده و ناقابل اینجا هم حسالات جلوتر بهتونم نشون میدم 100 خورده میلیون ها نه هزار 100 خورده میلیون از اون پول بلوکه شده ایرانی رو به عنوان ضرر و زیان بدید به من و شکایت کرده. بعد گفته بوده که این پولا مال خامنه‌ایه و اگر میشه اون پولا رو بدید به من. خب من خیلی تلاش دارم میکنم و اینا دارم اذیت میشم و خانواده‌ام به مشکل خورده، من یه پولی نیاز دارم از این اموال بلوکه شده و انگار مثلا اموال بلوکه شده ایرانیای توی امریکا ارث پدر خامنه‌ایه که ایشون میخواد برداره ببره. اموال بلوکه شده ملت ایران مال ملت ایرانه. شما حق نداری این پول اصلا چاپ و ول بکنی، اصلا حقی نداری دست بذاری روش. که حتی وکیلش هم اومده بود مصاحبه انجام داده با ایران اینترنشنال. شکایت مسیح النژاد از رهبر جمهوری اسلامی به دلیل بازداشت غیرقانونی برادرش رسما داره پیگیری حقوقی میشه در خارج از کشور. وکیل این پرونده علی هریسچی حقوقدان که امشب از واشنگتن مهمان من هستن. آقای هریسچی خوش اومدید. لطفاً راجع به این پرونده توضیح می‌فرمایید که به صورت تخصصی چجوری ثبت شده و الان چه مراحلی رو طی خواهد کرد. سلام قد بود. خیلی شیک و مجلسی.
رفتن و یه دونه پرونده ثبت کردن و ببینیم حالا وکیلش چه توضیح میده. ببینیم. با سلام خدمت شما و بینندگان محترمتون. بله، این پرونده در دادگاه فدرال در حوزه واشنگتن دی سی در آمریکا ثبت شده. آقای علی خامنه‌ای به همراه قوه قضاییه ایران، سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و حکومت ایران در مجموع جزو متهمین این پرونده هستند. مجازاتی که ما میتونیم انجام بدیم دو نوع هست. یکی درخواست غرامت هست و دوم جریمه تنبیهی، یعنی صرفاً تقاضاهایی که ما میتونیم مطرح بکنیم جرایم مالی است که ما منتظر هستیم که در طی دادگاه این روند شکل بگیره و قاضی تصمیم بگیره در مورد رقم. به همین راحتی میگه که بعد از اون طرف دولت امریکا میاد به خانم مسیح النژاد یه فرصت میده تا 28 و 29 جولای که مدارک خودش رو ارائه بده. یهو تاریخ 29 جولای سر و کله یه نفری پیدا میشه که میگن آی بیاید فلان بیسان بهمان که خانم مسیح النژاد میخواسته ترور بشه. یک روز قبل از مهلت قانونی دادگستری آمریکا برای بررسی پرونده خانم مسیح النژاد که 2 بار هم قبل ترش بهش گفته بوده که اگر سند و مدرکی داری بیار و اونم سند و مدرکی نداشته و یهو 28 جولای سر کله اون طرف پیدا میشه. شخصی به اسم مهدیوف که پروندهش توسط FBI بررسی میشه. جزئیات پروندهش هست، میتونید برید توی سایت های مختلف ببینید. و بعد از اون هم پرونده وقتی که بررسی میشه متوجه میشن که این مهدیوف کاری که انجام داده بوده این بوده که اومده و کارش فروش اسلحه بوده و به جرم نگهداری اسلحه بازداشت شده. از اون طرف هیچ چیز تروری هم براش ثبت نشده که پرونده رو دادگاه حکم میده و میگه که ایشون فقط حمله اسلحه داشته، ترور اصلا نبود و پرونده 11 آگوست سال 2022 بسته میشه. اما خانم مسیح النژادی که دفعه در تلویزیون‌های مختلف گریه کرد بود من خود ترور بکنم، من مفهوم مردمم، من فلان، من اصلا بودجه نگرفتم چرا اینا، هیچ وقت نیومد بگه آقا چرا پرونده ترور بسته شد. و کسانی که کار تحقیقاتی ژورنالیستی انجام میدن گفته بودن اون شخصی که بازداشت شده بوده یه شخصی بهش زنگ زده بوده، $1000 پیش پرداخت داده برای خرید اسلحه و آدرس خونه مسیح النژاد رو داده بوده و میره زنگ خونه مسیح النژاد رو چند بار میزنه که اون اسلحه‌ای که میخواسته بهشون بفروشه رو بده و اینا گویا زنگ میزنن به پلیس که یه شخصی اومده بوده ما رو بکشه و اونا میان و میگن که بابا تو اسلحه داری اینجا چیکار میکنی؟ میان میمیرن میبرنش. چیزی شبیه به سناریو که خانم مسیح النژاد هیچ وقت نیامد راجع به بسته شدن این پرونده مهدیوف توضیح بده و بعد از اون اومد گفت من پرونده غرامتمو بستم. ایشون نه تنها پرونده غرامتشو نبسته، پروندهشو به $500,000 $500 میلیون پروندهشو به $500 میلیون الان در حال حاضر تو امریکا افزایش داده و گفته که باید از اموال بلوکه شده ایرانی تو امریکا به من بدید چون من جونم در خطره. خب این اگر کاسبی اسمش نیست چیه؟ اگه شما برای مردم تلاش نمی‌کنید پس این غرامت گرفتن ها چیه؟ پس این شکایت ها چیه؟ همه جا هم میره میگه من لیدرم، این کمپین رو من راه انداختم، امامه رو من راه انداختم، فلانی رو من راه انداختم، نمیدونم چهارشنبه‌های سفید رو من، مفت همه چی هم میخواد ببره و بگه که من جز لیدرای اصلی ام. 14,000 تا پست گذاشته تو این استاژ، مفتی گذاشته اینا رو. حتما گذاشته دیگه، عاشق کارشه، عاشق مردمشه. در صورت مرسی که تا این لحظه ما بودین. تازه قسمت اول افشاگری ما بود ولی خب طولانی شد، قسمت دیگه هم هست. مرسی که تا این لحظه با ما همراه بودید. اگر دوست داشتید برای ما کامنت بذارید، ویدیو رو اگر خواستید برای دوستان خودتون به اشتراک بذارید، کانال پشت پرده رو اگه حال کردید سابسکرایب کنید و ممنون که تا این لحظه با من همراه بودید.